президент توجیکستان امامعلی رامون که با سلسله سفری در اروپا قرار دارد روز 11 اکتبر در شهر بروسل با پرزیدنت شورای اتحاد اروپا شارل میشل ملاقات کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت توجیکستان گفت جانبا مسائل تحکیم همکاری‌ها همچنین تهیه سازشنامه تفسیر یافته شریکی و همکاری اتحاد اروپا و تاجیکستان بررسی کرده تطبیق استراتژی نو اتحاد اروپا در آسیای مرکزی و نقش برنامه بسیار ساله ایندیکاتیوی برای سالهای 2021-2027 را مهم خواندند. در رفت ملاقات جانبها همچنین مسائل آب و انرژتیک، تغییریابی اقلیم و مسائل امنیت را نیز مطرح کردند. همچنین بنا به گزارش خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان مسائل داغ منطقه که افغانستان در محور آن قرار داشت توجه خاصه نمودند. امامعلی رامون از شارل میشل برای پذیرایی صمیمی اظهار سپاس کرده گفت نتیجه های مذاکرات برای توسعه همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و اتحاد اروپا تکان جدی میبخشد. در فرجام صحبت او از پرزیدنت شورای اتحاد اروپا شارل میشل دعوت به عمل آورد که با سفری رسمی به تاجیکستان تشریف بیارد. امامعلی رامون که روز 10 اکتبر وارد بروسل شد در ادامه سلسله سفرش از 12 تا 14 اکتبر از فرانسه بازدید میکند. انتظار میرود که او روز 13 اکتبر در قصر الیسه در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون مسائل همکاری‌های دو جانبه و هم وضع افغانستان را بررسی کند. هنوز معلوم نیست که آیا در دیدار امامعلی رامون با نماینده ارشد اتحاد اروپا مسائل حقوق انسان و وضع آزادی‌های دموکراتیک در تاجیکستان نیز بررسی شده است یا نه. در عرفه سفر امامعلی رامون به اروپا کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک یک نهاد نزدیک به نیروهای اپوزیسیونی که مثل دیگر گروه‌های اساسی مخالفین در اروپا فعالیت می‌کند در یک نامه از پارلمان اروپا خواست که 6 طلب مهم مخالفین تاجیک را ضمن این سفر با امامعلی رامون در میان بگذارند. از اتحاد اروپا خواسته بودند تا از امامعلی رامون تقاضا کند که مقامات تاجیکستان به حبس و زندانی کردن و آزار و شکنجه مخالفین سیاسیش و نزدیکان آنها نقطه گذاشته همه محبوسان سیاسی را از محبس‌ها آزاد کند. بس کردن سیاست محدود شدن منصب‌های کلیدی در دست اعضای خانواده و خویش و تبار نزدیک پرزیدنت تاجیکستان راه گشودن به فعالیت اصحاب سیاسی، تأمین اصل عوض‌شوندگی حکومت، فراهم آوردن دسترسی مردم به آزادی‌های شهروندی، رعایت قانون اساسی تاجیکستان و معیارهای جهانی حقوق بشر از جمله دیگر طلب‌هایی است که کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک در نامه خود به پارلمان اروپا ذکر کرده بود.